سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امیدوارم که روز خفنی داشته باشین. امروز اومدم با یه آنباکسینگ دیجیکالا. آنباکسینگ چیزای دخترونه، حالا مخلوط دیگه چیزای خفن دیگه هم هست و چیزایی که مربوط به کارم هست. خب اول یه بیوگرافی بدم از خودم. من پرستوام، 26 سالمه و ناخن‌کار هستم و وسیله‌های مربوط به ناخنم گرفتم. حالا تو ادامه خواهیم دید. بریم که باز کنیم. راستی یادتون نره چنلمو سابسکرایب کنید، فالو، لایک، شیر، کامنت بذارید که سریای بعد راجع به چه چیزایی آنباکس بذارم و نظرتون بدین که آیا از این آنباکس خوشتون اومده یا خیر. بریم که بیایم. اول کاترمو بردارم. من روی این کاتر حساسم. بچه‌ها نظرتون اینو بذارم پایین؟ خیلی بزرگه. صفحه رو گرفته کامل. میذارم پایین، یه دونه رو در بیارم. اینم از کاترم. کاتر گوگلی نیست ولی خب خوبه. خیلی تیزه، خیلی مراقب باشید بچه‌ها. من اینو بذارم پایین. باز کنیم ببینیم چی هست. یعنی بچه‌ها من سعی کردم اینم بگم بهتون. من سعی کردم کلا چیزای زیر 200 تومن رو بگیرم و حالا تو ویدیو میذارم براتون قیمتشو. اگه موجود بود بگیرید، اگه حالا موجود نبودم که باز موجود میکنه یه فروشنده دیگه. ولی اصل مطلب اینه که سعی کردم وسیله‌های زیر 200 تومن رو تهیه کنم که شما اگه دیدید خوشتون اومد، هم به قیمت مناسب باشه، هم کیفیت خوبی که داشت برید تهیه کنید. اولین چیز بسم الله الرحمن. اینو بذاریم یه جایی که خوب. اولین چیز یه رول ضد تحریق زنانه الیف که دوباره به کاتر احتیاج پیدا کردیم. من قبلا حقیقتش ویدیوی آنباکس نذاشته بودم و این اولیشه و امیدوارم که خوشتون بیاد تا تا بیشتر براتون بذارم و خوشتون اومده باشه پارت‌های بیشتری بذارم. چی دارم میگم؟ الیو بود اونجایی تو الیف. خب این رول ضد تحریقه. من تا حالا از اینو نداشتم، رولیشو نداشتم، استیکی داشتم. ببینم بوش خوبه. بوی گل میده. دقیقا هم اینجا زده، عکس گل زده اینجا. نشون بدم. بچه ببخشید من یه ذره سرما خوردم، گلوم هی میگیره به خاطر اونه. عذر میخوام از همتون. خیلی بچه ها خوبه، واقعا خوبه. بریم سراغ وسیله بعدی. بوی خیلی خوبی داره واسه زیر بغل و حالا جایی که عرق میکنید. من بیشتر واسه زیر بغل میزنم. بریم سراغ وسیله بعدی. وسیله بعدی دوستان یه چیز کاملا زنونه و دخترونه هستش که حالا نمیدونم نشون بدم یا نه، ولی خب بهداشتی. از این ژل بهداشتی بانوان جهت حفظ بهداشت و سلامت شخصی بانوان، فرمولاسیون بسیار ملایم بدون حساسیتش خوبه، چون من داره که مثلا باعث وجود باکتری اینا میشن خیلی بده. از اینم 2 تا گرفتم، قیمتش خیلی خوب بود. اینو دیگه باز نمی‌کنم، حالا اینو باز نمی‌کنم دیگه. ببینید از اینجا یه دونه فقط تصویرش رو نشون بدم. هیدرودرم با pH 4.5. من نزدیک یعنی فکر کنم 4 میلیون رو خرید کردم، ولی میخوام 2 پارتش کنم. خب چون که هم شما لذت ببرید هم ویدیو زیاد طولانی نشه. وسیله بعدی چی میتونه باشه به نظرتون؟ شانسی برداشتم. خب وسیله بعدی تستر اتکلون مردانه ارمغان.
یعنی این اوتکلون نیست، تستر اون اوتکلونه. خوب قیمتش خیلی مناسب بود و خیلی تعریفشو کرده بودن تو کامنتاش. من کل این چیزایی که سفارش دادم و یعنی بچه ها بهتون میگم چقدر رفتم کامنتاشو خوندم، چون نمیخواستم این چیزا آشغال بلنسه آشغال بیارم که هم شما وقتتون هدر بره هم من ضرر کنم. خیلی رفتم کامنت ها رو خوندم از فروشگاه دیجیکالای خفن که مثلا نوشته عالی 80% به بالا بوده رضایت مردم. ازون گرفتم باز شد دیگه لعنتی. ولی یه چیزش خوبه تو این حبابی ها میذارن، مخصوصا سایه رو که تو این حبابی ها میذارن به تلفونم سایه پودر نمیشه. حالا یه سایه هم خریدم. خب ادو پرفیوم ادو ده کالکشن ارمغان. نمیدونم حالا کجاییه، ببینم کجایی زده. آها تو ایران بچه ها تولید شده داره. آره دیگه ارمغان ایرانیه دیگه. ارمغان من بگم شاید مثلا تاجیکستانی افغانستان چیزی ارمغان خوندم. دیدید ارمغان. یه ذره درش احساس کردم خاک داشت روش. طبیعیه اشکال نداره. اینم از این. چقدر رنگ خوشگلی داره. نورین ببینید آبی میشه رو دستم. نمیدونم میبینید یا نه، رو دستم آبی میشه. خیلی باحاله. واسه عکاسی خیلی چیز خوبیه بذاری اینجوری عکس بگیری. ببینیم بوش چطوره. بچه راستی مردونه است. من چون من چون بوهای کلن تند و تلخ و اینجور چیزا دوست دارم، بوهای شیرین و خنک و مثلا بهاره اینا زیاد دوست ندارم. تند و تلخ و اینا چون بیشترشون مردونه است مردونه میگیرم. یه دونه بزنیم پاف کنیم. قیافم رو دیدی؟ قیافم رو دیدی؟ خدا وکیلی خیلی بوش خوبه. اصلا اینجا هم آروم شد. حتما اینو پیشنهاد میکنم بچه ها. حتما. کاش ناخون داشتم. بریم سراغ بسته بعدی. امیدوارم تا اینجا این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک کرده باشین ویدیو رو. کامنت بذارید نظرتون رو بگین تا بریم بعدی. لوازم آرایشی زنانه مدل چرم پوستماری. بچه ها این پوستماریه قلبی برای من فرستادن. خدایا تا حالا دیجیکالا نشده بود به من یه چیز اشتباه بفرسته یا مثلا مرجوعی تا حالا نداشتم من تو این 4 سالی که تو دیجیکالا عضوم. ولی پوستماری احتمالا این گردی ها رو میگه. ولی خدای این قلبا نمیدارم مرجوع که نمی کنم چون چیز زیاد گرونی نیست و قلبیش هم خوشگله. ولی یه چیزش خوشم اومده کیوته. حلقه داره بغلش. حلقه داره بچه ها. بعد زیپش هم خوشم اومد. واسه مثلا مسافرت یا ویلا جایی میخواید برید با خانواده اینا وسیله آرایشیتون رو دیگه لازم نیست گنده کیف بردید ببرید. همین کافیه. خب ببینیم چجوریه. مثل جامدادی هم هست انگار ولی نه خفنه. فقط قلبی من سفارش نداده بودم. من عکسشو میذارم واسهتون. اونی که سفارش داده بودم چقدر خوشگل بود. مثلا روش ماری بود. ببینید مار مشکی و بژ و اینجور چیزا بود رنگش. اینجاش خوشم اومد. حلقش این زیپ بشه. اینم حلقش که حالا تو دستتون اینجوری بگیریم. ولی جنسش خیلی خوبه. پوستماری از این صدا ها میده. حالا پاره نشه. خب ببینیم چقدر جا داریم.
و جاش هم خوبه بچه ها، خوش آمد. قشنگه، چند تا چیز اینجا، چند تا چیز اینجا، چند تا چیز اینجا. خوبه اینه جاش. یعنی مثلا رضایتمو بگیم 7، چون ماری بود واسه من، قلبی ماری نبود. خیلی قرض زدم نه. خب رفق بریم سراغ وسیله بعدی. وسیله بعدی ببینیم چه شانسی میخوام بردارم. نگاه نکنم دیگه شانسیه. وازلین اوکشاین مدل کره کاکائو حجم 200 میلی لیتر. وازلین حقیقتا هر کدومتون اگه مثلا یادتون بیاد چیزی که از وازلین تو ذهن ما هست از این سبزای خیلی خیلی قدیمیه و اصلا اونا هم عالی ان. نمیگم اونا، قابشو دارم میگم و منظورم فهمیدید. قابشو دارم میگم، سبز و بالاش سبز و پررنگ اینا خوشم نمیاد، ولی واقعا وازلینی که همون سبزا رو دارم میگم اونا واقعا به لب میزنی یا به هر جایی که خشکه خیلی عملکرد خوبی داره. حالا من خواستم یه دونه جدید بگیرم ببینم چجوری از این مثلا طرح جدید. وازلین خیلی خوبم هست، کره کاکائو. به زودی میکروفون خواهم گرفت چون الان تازه شروع کردم، نیازی به میکروفون نیست ولی خواهم گرفت واسه اینکه بالاخره احترام مخاطب دیگه، چون صدام شاید تا اونجا با این سر صداها نیاد، ولی وقتی میکروفون اینجا بذارم صدام میشه. ببینم ویدیوها 3-4 تا میذارم ببینم اگه بازدید خوبی داشت، خوشتون اومد، لطف داشتید به من، حتما این کارو میکنم واسه احترام بشم. باز شو لعنتی. چقدر خفن. پکیجینگش که عالیه. موارد مصرف: خشکی و ترک خوردگی لب‌ها، خشکی و ترک خوردگی دست و پا، خراشیدگی‌های سطحی. یعنی یه جاتون رو مثلا مثل من میبرید اینجوری کوچولو با کاتر، واسه اونم. بله ویتامین ای هم داره توش. بزنیم ببینیم. وسیله هم داره میریزه. حالا بیخیال اینجا ببینیم، باز کنیم تستش کنیم حداقل. آه مای گاد. ای وای من چه وازلین خوبه. وای 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 وای. بوی کره کاکائو همه چی خوردنی، یعنی دوست داری بخوری. من اینو بخورم. بچه وازلین خوردم، خیلی خوبه. بوش اونایی که به عصر مواد مثلا مصرفی خیلی اهمیت میدن، زدم یه ذره به اینجا. حالا اینجا نباید میزدم چون خشک نبود، به جای خشک بزنی خیلی بهتر. ولی چه شاینی داد، چه چرب کرد و خیلی خفن شاین داد. میبینی تو نور، نمیدونم تو نور دیده میشه یا نه، امیدوارم که دیده شه، بلند نشم چک کنم. خب من دوست ندارم به اینجا هم بزنم چرب شه، ولی دوست دارم اینجا هم خیلی خشکه زده. اتفاقا برای اینم میشه گرفتم. بریم وسیله بعدی. یا حالا بگم وسیله بعدی. وای خدا. وسیله بعدی بچه‌ها، من همونطوری گفتم شانسی برمیدارم، ولی اینو دیگه شانسی برنمیدارم. اینو خوشم اومد. چیه این به نظرتون؟ چیه به نظرتون؟ اینجوری سبکه، یه چیز با ارزش. کارت حافظه میکرو SD رم، به سادگی رم. خب 32 گیگ خیلی خوبه، چون من حافظه گوشیم سریع پر میشه، خیلی سریع پر میشه بچه حافظه گوشیم. یعنی 280 گیگابایت ها، ولی خب ببین چقدر توش فیلم دارم که پر میشه. اینم از رم. دیجیکالا خب ببین اینجور چیزا رو باید مطمئن باشی بگیری. اینم رم. خب نوشته
این برچه از صرفا جهت اطلاع سریمت، لطفا جهت اطلاع از مدت زمان شرایط گارانتی، شناسه کالا و شناسه رهگیریه. خب این کد رهگیری گارانتی هم داره. بس همین دیگه، اینم از این. خسته نشدیم که گوگولیا اصلیا. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. اون قلب کوچولو موچولوی خالی رو قرمز کن برام تا خوشحال شدم. برام حتما کامنت بذار ببین اینجور آنباکسینگ ها رو دوست داری یا نه. بریم آنباکسینگ های مثلا چیزای دیگه، لوازم آرایشی، اتکلون، لباس، چیزای دیگه. فصل بعدی تونر ویتالیر مدل هیدرات، حجم 200 میلی لیتر، گارانتی وزارت سلامت فیزیکی کالا. آسیب سلامت هم داره. تونر صورت هیدراویت ویتالیر. تونرها یکی از محصولات مقاومت پوست هستن که سریع جذب میشن، بهتر از بعد از تمیز کردن صورت قرار. اینا رو که همه‌تون میدونید دیگه. مزایای استفاده از این تونر ویتالیر: تکمیل کننده فرآیند پاکسازی و متعادل کردن سطح pH صورت، حاوی ترکیبات مغذی و آبرسان مانند هیالورونیک اسید و عصاره جو دوسر، حاوی نیاسینامید، مؤثر در کوچک کردن منافذ باز پوست و ایجاد ظاهری یک دست در سطح پوست، فاقد الکل و مواد حساسیت‌زا. الکل نداشته باشه خوبه دیگه. اینو حالا تست نمیتونم کنم، ولی میخوام ببینم یه ذره روی این وازلین بزنم میره یا نه، چون وازلین بالاخره چربه دیگه. همین مقدار کافی. با پد بچه این کار کنید، من با دست میخوام ببینم اون چربی وازلین که اون همه چربه رو میبره یا نه. با پد بهتره دیگه، اینجوری یهو میکشی، ولی خوبه سبک کرد پوستمو. اصلا بوی وازلینی که کره کاکائو بود، باور میکنی؟ کره کاکائو بود، اصلا بوش نمیاد. ببینید به راحتی سبک شده دیگه، چسبنده نیست. وازلینو چون زده بودم چسبنده شده بود. بوشم بچه بوی خوبیه. من یه بویی رو حس کردم، من بینیم خیلی با اینکه عمل کرد. دیدی؟ خیار. بچه نمیدونم دیده میشه یا نه، من میذارم خیار. اصلا آره خیار بود دیگه. چقدر خفن. خیلی چیزای دیگه هم نوشته، خیلی. حتما اینو تهیه کنید واقعا اگه به پوستتون اهمیت بدین. اصلا به نظر من نوجوانی که مثلا 15 به بعد باید به پوست رسید. فقط آرایش نکنید، چیزای خفن بگیرید برای پوستتون، همونقدر که به چیزای آرایشی پول میدید. سایه و کرم پودر رو نمیدونم کانسیلر و اینا، به اینا هم یه ذره وقت بذارید پول بدید. وقت بذارید بگم به اینا یه ذره پول بدید که پوستتون در 10 سال آینده خراب نشه. لکن من الان کک و مکا رو خودم با بخشی مداد قهوه‌ای انداختم، ولی خب ممکنه دوچار شید. 2-3 تا دیگه مونده. بعدیهاشو پارت بعد میخوام واسهتون باز کنم. یه وسیله دیگه به نظرتون چیه؟ باید دیدید دیگه. این چیه؟ رنده پا، سوهان و رنده پا روز go to home. یعنی سوهان رنده پا واسه کارم. گفتم یه سری چیزام داخلش هست برای کارمه. این الان برای کارمه، پدیکور و مانیکور و این. خب این جا داره برای باز کردن. پرستو اصلا خودت عصبی نکن. وای بچه ها چقدر خفنه. Oh my god. به به چقدر تیز. وای اوه چقدر خوبه خدایی.
خیلی قشنگه. اینجاش هم که سوهانه، این سوهانه، این رنده. اوکی ببینید از نزدیک این رنده. دستم. اینم ببینید سوهان، پوسته های پاشنه پا رو میگیره و ناخونکارا میدونن دیگه چیه. اینم از این مارک روز. اینجام هک شده. چقدر خوب، خوشم آمد. من خوشم آمد از این، خیلی کاربردیه. رنده پا نداشتم. نه من ایرادگیر نیستم. بچه‌ها شکست دروغ گفت. یعنی من نشد. این جای چیه؟ این جای چیه؟ بکنم رندش عوض میشه. حالا ول کن، نمیدونم ولی این جای چیه؟ مثلا اینجوری باید بگیری؟ نمیدونم. اونایی که ناخون کنن بیان بگن این جای چیه. یه دونه دیگه بچه وسیله مونده و ویدیو رو به اتمام میرسونیم که سرتونم درد نیاورده باشم. بقیهش بمونه برای پارت بعدی. پارت 2 رو حتما نگاه کنید، از دست ندید. کلی لاک و اینجور چیزا هم سفارش دادم، لاک ژل خفن، رنگ‌های خفن سفارش دادم و سایه و اینجور چیزا هم توش هست. حتما پارت بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ وسیله آخر. شاید حالا 2 تا باز کردم، شاید لایکو بزن و کامنت بذار 2 تا وسیله باز کنم. درسته کوچک است اما مردیست. از این موجه های ریسه‌ای، موجه مصنوعی مکسی، 2 مدل عددی 10 بسته 16 میلیمتری. بله 16 میلیمتریه. فکر کنم واسه این گوشه ها خوبه، بلنده چون خیلی. راه کنید بذار باز کنم. من قبلا چنل داشتم تو یوتیوب. چنلم مخصوص آرایش کردن، آموزش آرایش بود و دیگه چون شغل ناخونکاری انتخاب کردم یکم از اون فضا دور شدم و دیگه اون چنل کلا پاک کردم. امیدوارم تو این چنل حمایتم کنید چون دارم هزینه میکنم، منت هم نمیذارم، دارم هزینه میکنم از جیب چون فعلا درآمد نرسیدم از یوتیوب. امیدوارم که حمایت کنید و قلب مهربوناتون قرمز شه بازم. بچه این 10 عدد داره توش، یکشو در میارم 10 تا اینجوریه. خیلی خوب و کاربردیه. دیگه از موج مصنوعی خسته شده بودم، یک سره ها خواستم تکی بذارم، مثلا دو تا اینجا بذارم اینجوری خیلی قشنگ تره. اینم تکیش. اون 10 تا بود، اون 9 تا بود، اینم 10می. به این نازکیه، یعنی اون همه درشت نبود که دید. نمیدونم دیده میشه یا نه. یه چیز خوب و کاربردیه. خودش باز شده، یعنی فنسازی شده. شما کافیه فقط بکنیم، بذاریم به چسب، بذاریم به گوشه چشتون. اینم از این. خب اینم یه مدل دیگه بود. آهان یه انیمه میگن چی میگن؟ موج مصنوعی 2 مدل ریلی. این 14 میلیمتریه. اون خیلی دراز بود. این 14 میلیمتریه. ببینید چقدر باحال خفنه. زاید یه قسمتشو نشون بدم. چقدر خوشگله.
انگار از اوناست که یه تیکش بلنده، یه تیکش کوتاه، این ورشم کوتاه، یعنی 2 تا این ور کوتاه داره، یه دونه این ور بلند داره. خیلی قشنگه. گربه‌ای میگن، حالا انیمه‌ای میگن. قفلی زدم رو انیمه‌ای. اینم از این، خیلی قشنگ بود. خب بچه‌ها اینم از آخر ویدیو و قول که داده بودم 2 تا نشون دادم. خب درست موجه بودم ولی خب 2 تا بودن، 2 مدل بودن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آنباکس و حمایت کنید حتما تا آنباکسینگ های بیشتری بذارم و در مدل های مختلفی. گفتم بهتون، حالا هر چی که خواستین تو کامنت ها بهم بگین و من اون لوازم رو تهیه میکنم و براتون آنباکس میکنم و نشون میدم و کارایشو، بوش و عطر و اینا رو همه چیشو نشون میدم و تا یه نقد کوچیکی هم داشته باشیم که بتونید اون وسیله رو بهتر و با اطلاعات بیشتری تهیه کنید. کل قیمت ها هم تو دیسکریپشن و یا عکسش رو میذارم. احتمالا عکسش رو بذارم چون عکسش راحت تره. بعد همین پیج اینستام هم میذارم تو دیسکریپشن براتون، ولی خب پیج کاری ناخونمه، میتونه دنبال کنه کاری ناخونمه. مرسی، بوس بهتون، برسی کلی دوستتون دارم، عاشقتونم، خداحافظ.